جدول شب شنبه رو ول میکنید. روز شنبه که اینجا کاملا مشخصه میای ساعت مریخ، ساعت مشتری و ساعت مریخ اینجا هست. مشتری میشه ساعت 2 تا 3 شما تایم داری که اون طلسم رو انجام بدید. دوستان عزیز کاملا دقت کنید، اینجا طبق این جدولی که شما در اختیار دارید میتونید هر گونه ساعات طلسمی که ساعاتش مشخص شده باشه، حالا گفته در ساعت قمر، زحل، چون اکثرا طلسم‌ها اینطوری نوشته میشه. این یه رمزه، لطفاً در امر حلال استفاده کنید. لایک و فالو یادتون نره، حتما لایک کنید تا بتونم با قدرت و انرژی بیشتری به شماها آموزش بهتری بدم که از دست همه رمالان و جادوگران نجاتتون بدم. یا علی مدد، سید موسوی هستم، خادم و همراه شما دوستان عزیز.